که تو ذهن خود قوی کنی، ذهنن قوی باشه. واگونی سایی اول این قلفایی که در ذهن تانه سوره ما باز میکنم او را که باز کردم، بعد از او باز شما میفهمین که چطور منتلی سترونگ باشه. How to strong mentally. اول شما را به ایمانم توضیح میتم که قبل از که منتلی سترونگ شوی آیا این ضرور است که شما فیزیکلی هم سترونگ شوین؟ اگر میخوای فیزیکلی سترونگ شوی و منتلی سترونگ شوی چند نقاط باید نظر بگیریم. این ما دو موضوع که ما تشریح میکنم امورای فیزیکلی مقایسه میکنم که شما یادش بگیرین. فیزیکلی منتلی. یک کسی میخواد فیزیکی خود قوی بکنه، کدام کار بکنه؟ این باید عضلات و استخوان را خود قوی بکنه، بدن خود قوی بکنه تا یک کار فیزیکی را به انجام داده بتواند. مثلا یک نفر از خود عضلات خود قوی میکنه، بعد از او یک وزن 50 کیلویی یک 60 کیلویی وزن بالا کرده میتواند. مگر ای که فیزیکلی قوی نبود این وزن 50 کیلو 60 کیلو را بالا کردن نمیتواند. این فیزیکلی ما قوی میکنیم یک شخص خدا. مگر فیزیکلی اگر کسی قوی نبود او که وزن بالا میکنه یک مشکل کمر پیدا میکنه، یک مشکل استخوان پیدا میکنه که مشکل او پیدا میکنه باز. مگر اگر میخوایم منتلی خود قوی کنیم اما قسم راهایی که ای داره این قسم راه را با این باید پیدا بکنیم. راه فیزیکلی چی است؟ گفتم براتون که سپورت شود، ورزش شود، کلاب شود که تا قوی شوی و یک وزن بهتر بالا کنی و وزن خوب بالا بکنی. مگر این منتلی از همه راه خود داره که چند راست امور را باید پیش ببرید تا منتلی تو قوی شوی. مثلا راه اولش به این 3 نقطه است. این 3 نقطه در زندگی شما داره، یک نقطهش باید قبول کنیم. اول give up. مثلا در زندگیتان یک مشکل آمد، شما مستقیم در افراد ما داریم که مستقیم به اون مشکل میگه که این نمیشه. مشکل آمد میگه نمیشه این کار. زیادترین افرادی ما جامعه داریم ای است، من نمیشه این کار نمیشه، مستقیم بر کار نمیگه. این افراد نمیتونه منتلی سترونگ شود. یعنی 100% این افراد نمیتونه که منتلی ذهنن قوی شود با خاطر که یک نقطه که منفی از اونا داره این گیو اپ است. یعنی این میگه این کار نمیشه. گپ مفهمیدین؟ دوم سعی کنین کسی که دوم باشه ای از پوزیتیو جمع نگاتیو. پوزیتیو جمع نگاتیو چی معنی میده؟ یک مشکل آمد پیش در زندگیت، مشکل آمد، او مشکل تو بسیار به سختی و بسیار به جنجال حل کردی و بعد از او مشکل پاسم شدی، مشکل تیرم کردی، مگر باز یک مشکل دیگه پیدا کرد برات. مثلا درس میخوانی به خاطر امتحان بسیار سخت است، 2-3 شب تیر میکنی برش، میخوانی امتحان پاس میکنی، اگر یک دفعه بعد از امتحان از درس دلت سیاه میشه، دلت نمیشه که درس بخوانی. این هم صحیح نیست. منتلی سترونگ این نفر صحیح نیست. یکی این نقطه را کسی داشته باشه بازی منتلی سترونگ بودن نمیتونه که منتلی چی شود؟ قوی شود، ذهنن قوی شود. این نفر هم ذهنن قوی نمیشه. سوم چی است؟ سوم ready plus solution. آماده باشی تا راه حل پیدا بکنی. این صحیح نفر است. باز این را قوس میگیرم. چی معنی میده؟ معنیش اینه که مشکل در زندگیت آمد، تو آماده بودی برش، راه حلش هم برش پیدا کردی، مگر زندگی خودت پیش ببری. این صحیح است. این ذهن با ذهنی قوی میشه و ذهنی که قوی گفتن میشه. مگر اگر این باز افرادی که ما داریم هرچی آمد پیش آمد، این کلمه غلط است. هرچی آمد پیش آمد این کلمه کاملا غلط است. تا
ریدی نباشی، تا سولوشن پیدا نکنی، باز نفر منتال استرانگ گفته نمیشی. مثلا ما دیگه مثال بگیم برات، اگر شما این هدف انتخاب کردین یا تارگت انتخاب کردی، از تارگت اینی تهداب تو است، از اینجا شروع کردی، تو باید به اینجا برسی یا نه؟ به اینجا باید برسی. مگم به اینجا که میرسی یک مشکل پیدا میکنه، این را بند میشه. هدفی که میخوای برسی این را چی میشه؟ این را بند میشه. مگر تو باید از راه دیگه بیایی. در این راه برات یک مشکل پیدا میشه. اگه این نشد راه سوم انتخاب میکنی، اول دوم سوم. و این راه را که تو چه تغییر میدی، این راه را که تو چنج میکنی، در یک گپ بسیار متوجه باشه. کدام گپ؟ او است میستیک. او اشتباهی که در راه اول تو کردی، او را باید در راه دوم تکرار نکنی. اینجا باید میستیک نکنی. او در راه دوم که تو کدام میستیک یا اشتباه کردی، او را در راه سوم باید انتخاب نکنی. او را باید استور کنی. پس این را بسیار متوجه باشین که یک کار یه هدف میرسین. اگر منتالی استرانگ بودی، ذهن قوی بودی، پس در این راه سوم به این هدف میتونی برسی. باز و هر مشکلی که باشه در زندگی باز تو میتونی او را حل بکنی. فامیلی باشه، اقتصادی باشه، وظیفه باشه، درس باشه، هدف درس باشه، یا کدام هدف دیگه داشته باشه، باز میتونی او را بسیار با آسانی حل کنی. گپ ما فهمیدی؟ پس این بسیار مهم است. این سه نقطه این خو آسان است. فیزیکلی خود آماده میکنی، سپورت میکنی، وزن بالا میکنی، کلاب میگیری، دوش میکنی، این تمامش فیزیکلی آماده میشی. مگم ذهنی که آماده میشی، اینی نفر سوم باز چی میشه؟ ذهن آماده میشه. اینی باید نباشی. از این نفر آخو بیخی باید کراس بکشی، باید نباشی. نفر دوم باید نباشی. این نفر سوم است. گپ مفهمیدین؟ سوال از بکنید. سوال